استاد محترم السلام علیکم. علیکم السلام. استاد همین در مسئله کسب گفتم یک سوال بتیم. همین کسب مویسرتراشی استاد روز گپ در کسب مویسرتراشی خیلی ذوق داشتم. همین یک دو برادرم گفتن که این با توسط اسلام ممکن به شریعت کروشی ممکن نیست مویسرتراشی. نه مطلقا این خیلی گفته نمیشد. یعنی سرتراش موی تراش اصلا کسبی حلال است ولی تراشیدن ریش حرام است. تراشیدن ریش حرام است و این چنین بعضی نوعهای موپسکنی ماده های نوعی که یک طرفش می تراشید یک طرفش بلند میگذارید یا به سر من می نویسند یکان چیز دیگه جاش تراشیده. یعنی این کاراش نادرست است لیکن اصل درست است. بله اصول همی میبخشی همی روسیه دا وقتی که همی روسیه دا کار میکنیم اصول روسی که همی اروسا پیشت میبیان همی یک نمود پرچوسکا میگم باروش کمکک میگیری بلوش هم اصول کمکک میمونی. در این حالت شما می نویسید که فونکسی کاری خودتون می نویسید من این یکم کار فلان پول، دوم کار فلان پول، سوم کار فلان پول، چهارم کار فلان پول نوشته میرید. یعنی که من همین کار رو میتونم دیگرش دستی من ندانه و دکتری دندان براو مثلا. یعنی که کاری من نمیگوید. فهمیدید؟ یعنی اون کاری که حلال است هموهای شما روی خط کرده میمونید میگوید که کارهای من فقط همیهای در بر میگیرد دیگراش نمیتونم میگوید یا نمیکنم میگوید. سرتراشی حلال است اصلا. بله